вақте ба хондан 8 сол барои ман ғайб буд, ҷуда муддати баъзбин буд. Ман фикр кардам мамонаме ман мумкин дигар фарзандамро набинам. وقتی که آدم در معوض میشه فکر میکنه که همین تمام شد حیاتش، زندگی دیگه اصلا و خودش چیکار میکنه، پرتافته شده حساب میکنه عین وقت و حالت و مثلا بسیار زن‌های هستن که نزدشون یگان کس نمیره، بسیار آدمایی هستن که مثلا میرد نزد خونش، خیلی همون جایی که یک وای محیط عجایب همون جو حس میکنی تو کیم. زن‌های صالح‌ها و ایمان‌ها چون فقط مهنتی حلال میکنن، بسیاری کمبودی‌ها طاقت میکنن، بعضی معاشو به وقت‌تر میشه طاقت میکنن، برای دستگیری میکنن. و همین درجه عمده رسیدنی ما همین کارنده و آسانی رسیدگی همونیه که نشنه وقتی که مثلا آدمیزاد کلینتا کار میکنن نرمالی کار میکنن سرش میفهمن که با میخوای شدگی تاریخ و گذشتگی ما میخوای کم سیاه گذشتگی نگاه میکنن بسیاریشون دلشون دور میاد باور نمیکنن وقتی با وی کلون ما که بانکو که کار کرده نمیتونیم چون که دوغ سودی بسیاری چیز به خلال میرسونن. فرصت دیگه بودیم ما خودمون پیش کلینت‌ها رفت التماس میکردیم اون کوی پچه هست پس سیل های خرید تو مات هست های گفته واسه شکر خدا خودشون میبیون گفته هر روز قریب پشتی 50 تا 50 تا گسیل میکنیم مطرس جمعیتی آزمون کردی، تختی آزمون کردی، با موزیک کنیم هم آزمون کرد. مثلا انیمو روی کچی روی جو پسینی بیلو میگوییم، همه وقت دکور همه وقت. به هر روز زمستون نمیگوید وای محصولات ما. میخواستم که سردوی ریاست ریاستی همون وای اجازت دهند که ما همون درونده ابر زنهایی که در محبس حاضر در عین حال در محبس هستند هم صحبت شویم برای آنها یک امید زنده میشد که ممکن است بعد از وای زندگی نو سر کردن.